داستان با یه بازیگر که اسمش جناجانی روی شروع میشه که اون در حال فریاد از درده. اون پشت تلفن با کسی صحبت میکنه و با ناامیدی میگه که نمیتونم به کسی بگم. یه برآمدگی سیاه بزرگ و عجیب روی پاش ظاهر شده و اون داره سعی میکنه خودش از شر اونا خلاص شه. یه دفعه سگ شروع به پارس کردن میکنه، انگار که کسی به خونش دستبرد زده. یه مرد مرموز جنا رو به قتل میرسونه و کمی بعدش هم گزارش‌های خبری درباره ناپدید شدن اون شروع به انتشار میکنن. صحنه به بازیگر دیگه‌ای به نام سامانتا لیک تغییر میکنه و اون برای یه نقش جدید رفته تا با یه کارگردان ملاقات کنه. سایر شرکت کنندگانی که برای تست بازیگری حاضر شدن خیلی جوان‌تر و آماده‌تر از اونن. همونجا سامانتا با یه دختر به نام کلوئی برخورد میکنه که اونم برای تست بازیگری اینجاست. در واقع 10 سال پیش سامانتا از کلوئی نگهداری میکرده. بعد سامانتا داخل میشه و اون فکر میکنه که فقط با مدیر ملاقات میکنه، اما مدیر در واقع اونجا نیست و افرادی که تست بازیگری رو انجام میدن از اون میخوان که درست مثل بقیه تست خودشو بده. بعد از تست بازیگری سامانتا به خونه برمیگرده و اینجا میفهمیم که اون پسوریاسیس داره و برای اونم دارو مصرف میکنه. بعد میره توی وان همون میشینه و شروع به گریه کردن میکنه و مخفیانه صدای هیئت انتخاب بازیگرا رو که ضبط کرده بوده و تو اون به سامانتای 40 ساله گفته شده که استودیو با اون قرارداد نمیبنده. دقیقاً همین اتفاق روز بعد میفته و اون نقشو به دست نمیاره. در واقع اونا به اون توصیه میکنن که وزن کم کنه و بعضی از گزینه‌های درمانی موجود در بازار رو امتحان کنه. کلینیک شل توی این نوع درمانا توی بازار خیلی محبوبه. سامانتا موقع رفتن تابلوهای تبلیغاتی کلینیک شل رو میبینه و کمی بعدش هم اون از دوستش لیدیا در مورد اون سوالایی میپرسه. لیدیا همچنین درباره درمانای کلینیک شل شنیده و بعدش هم سامانتا به قرار ملاقات میره. مرد در واقع اونو میشناسه و میگه که من قبلا شما رو جایی دیدم. سامانتا قبلا بخشی از یه برنامه تلویزیونی محبوب بوده، اما وقتی اسم برنامه رو میفهمه میگه آره برنامه بدی بود. توی تاکسی همینطور که نزدیکتر میشم مرد اون رو لمس میکنه و متوجه پسوریازی اون میشه. به محض اینکه متوجه میشه خودش رو نجات میده و از اون دور میکنه. سامانتا وقتی به خونه میرسه مصاحبه‌ای با زوی شانون مدیر عامل شرکت شل تماشا میکنه که اون 68 سال داره اما فوق‌العاده جوون به نظر میرسه. روز بعد سامانتا هم به کلینیک شل میره و به محض اینکه به اونجا میرسه ازش میخوان که قرارداد عدم افشای اطلاعات NDA رو امضا کنه. دکتر تادیوس برند یکی از بنیانگذارا توضیح میده که موجودات زنده زیادی روی زمین وجود دارن که پیر نمیشن، مثل عروس دریایی و خرچنگ دریایی، چون اونا آنزیم خاصی رو ندارن. این پزشک یه نسخه تغییر یافته ژنتیک از این آنزیم رو برای سلولای انسانی ایجاد کرده که میتونن علائم پیری رو از بین ببرن. اما به محض اینکه اون برای درمان به بیمارستان میره سامانتا کلوئی رو هم اونجا میبینه. اون تصمیم میگیره سری کلینیک رو ترک کنه، اما پزشکی به نام هوبرت مانع اون میشه و میپرسه که چه اتفاقی افتاده و چرا نمیخواد تحت درمان قرار بگیره. سامانتا همه اینا رو بسیار ترسناک میدونه و دکتر هوبرت هم عکسایی از یکی از بیمارای سوختگیشون به اون نشون میده که صورتش بعد از درمان کاملا بهبود یافته. اون میگه درمان ما پوست رو به طرز چشمگیری بهبود بخشیده و این درمان همچنین پسوریازی شما رو هم درمان میکنه. سامانتا میپرسه که آیا خطرناکه، اما هوبرت پاسخ میده که این یه عمل جراحیه، مطمئنا خطراتی در اون وجود داره اما کاملا بدون درد انجام میشه. اگر سامانتا تا 20 سال آینده به درمان خودش ادامه بده حتی یه روز هم پیرتر از الان به نظر نمیرسه. سامانتا موافقت میکنه و اون دوباره با کلوئی روبرو میشه. کلوئی نقش فیلم رو از تست بازیگری قبلی گرفته اما میگه که نمیتونه توی اون فیلم بازی کنه چون قراره که نقش زن گربه‌ای رو بگیره. سامانتا از روند درمانش نگرانه ولی کلوئی به اون یادآوری میکنه که وقتی بچه بودم منو به کلاسای شنا بردی، من واقعا عصبی بودم اما تو به من گفتی شاید اونقدرم که فکر میکنم ترسناک نباشه و نترسم. کلوئی میگه حتی امروزم وقتی عصبی میشم اون جمله رو به خودم میگم و یادم میاد و حالا اونم دقیقاً از سامانتا همینو میخواد. سامانتا مراحل درمانش رو طی میکنه و انواع مختلف لیزر درمانی روی اون انجام میشه. بعد از درمان پزشک میگه که همه چی عالی پیش رفته و پسوریازی اونم بهبود یافته. اون آزاده که برای اون روز اونجا رو ترک کنه. سامانتا از نتایج به دست اومده هیجان زده و الان اعتماد به نفسش هم خیلی بیشتر شده. اون به مهمونی کریسمس زونی شانون دعوت شده و حالا هم میتونه توی باشگاه خیلی سخت‌تر تمرین کنه. خلاصه بعد از اون به مهمونی میرسه و اونجا اون داره اتاق زوی رو که اون طرف دید میزنه. زوی هم متوجه اون میشه و به سمت سامانتا میاد و بهش میگه که میخواستم شما رو توی کلینیک ببینم. اون بهش میگه که وقتی مامانت مریض بود با هم برنامه‌شو تماشا میکردن و تو هنوز دقیقاً همون شکلی هم هستی. زوی اشاره میکنه که درمان اونا باعث افزایش قد هم میشه و سامانتا در واقع از این موضوع خبر نداشته. موقع شام زوی خیلی به سامانتا توجه میکنه و وقتی سامانتا غذا رو میخوره متوجه میشه که از پوست قدیمی زوی درست شده. زوی هم میگه که این غذا سرشار از پروتئینه و سامانتا هم با اکراه به خوردن اون ادامه میده. کمی بعد اون شروع به پرسه زدن توی اطراف خونه زوی میکنه و یه صداهایی رو هم از یکی از اتاقا میشنوه. در واقع زوی توی اون اتاقه و متوجه میشه که سامانتا دزدکی داره بهش نگاه میکنه. سامانتا میگه که من باید برم چون باید به گربه‌ام غذا بدم، اما زوی اجازه رفتن رو به اون نمیده. اون بهش میگه که یادم هست که ما اول درمان لذت
بخشترین ماه زندگیم بود. آیا تو اینطوری فکر نمی‌کنی؟ سامانتا هم میگه که دقیقاً همین طوریه، اما در واقع اون احساس میکنه که به اینجا تعلق نداره، چون اون همیشه دختریه که یا لباساش خیسه یا غذا لای دندوناش گیر کرده. اما زویی به دندوناش نگاه میکنه و میگه که من هیچ غذایی بین اونا نمیبینم. بعدش هم بهش میگه که سامانتا باید اونو از سرت بیرون بندازی. زویی به سامانتا میگه که توی اتاق تنها بمونه و لذت ببره و خوش بگذرونه و بیایم به 3 ماه بعد که اون حتی زیباتر هم به نظر میرسه و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده. سامانتا مدام با زویی وقت میگذرونه و اونا حالا دوستای همدیگه شدن. زویی سامانتا رو تحسین میکنه و حتی یه رازی رو هم به اون میگه. بهش میگه نام خانوادگی واقعی من شانون نیست و زیلته. سامانتا هم همچنین بهش میگه که خب اسم منم اسم واقعیم نیست. بعدش هر دو شروع به خندیدن میکنن. اما یه روز لیدیا متوجه یه برآمدگی کوچیک سیاه روی گردن سامانتا میشه. دکتر هوبرت اونو برمی‌داره و میگه که من این رو بررسی میکنم، اما جای نگرانی نیست و نگران نباش. اون به سامانتا مقداری دارو و شماره تلفنش رو میده تا در صورت نیاز از اون استفاده کنه. اما همین که اون میره، یه نفر شروع به تعقیب سامانتا میکنه. بعد وقتی به خونه میرسه، 2 تا افسر پلیس برای ملاقات با اون اومدن. اونا از سامانتا درباره کلوئی میپرسن و میگن که کلوئی گم شده و پلیس هم با خانواده کلوئی صحبت کرده بوده که گفته بودن کلوئی و سامانتا دوباره با هم ارتباط برقرار کردن و رفیقن. پلیس به سامانتا میگه که اگه کلوئی تماس گرفت باید فوراً به اونها اطلاع بده. سامانتا همه اینا رو به زویی میگه، ولی زویی بهش میگه که شاید اونها حتی پلیس واقعی هم نبودن. ممکنه که رقبای ما باشن و سعی دارن که مشتری‌ها رو بترسونن یا از اونها اطلاعات بگیرن. با این حال سامانتا میگه لطفاً بپرس که آیا کلوئی حالش خوبه یا نه. این کار باعث میشه که من احساس بهتری داشته باشم. زویی هم میگه که البته حتما این کارو میکنم. اما یه دفعه سامانتا متوجه یه برآمدگی سیاه دیگه روی مش دستش میشه. بعد زمان دوش گرفتن اون این برآمدگی‌های سیاه روی کمرش هم میبینه. سامانتا همون موقع صدای شکستن یه چیزی رو توی خونش میشنوه و میره که اونو بررسی کنه و میبینه که شراب ریخته رو فرشه. سامانتا از این اتفاق میترسه، اما میفهمه که این فقط گربهش بوده که این کارو کرده. درست در همون موقع تلفن سامانتا زنگ میخوره و کلوئی پشت خطه که بهش میگه من یه مشکل دارم و اونا همیشه مراقب منن. روز بعد خارش سامانتا بدتر شده و این برآمدگی‌های سیاه روی پاش هم ظاهر شدن. وقتی سامانتا برای اجرای نقشش میره، تمام بدن همکارش رو با یه تگری سیاه میکنه. اون یه روزنامه‌نگار رو هم کاملا سیاه‌پوش میکنه و بعدش میره و روی میز آرایشیش میشینه. زویی میره اونجا پیشش و سامانتا هم برآمدگی سیاه رو به اون نشون میده. زویی بهش میگه که ما از پسش برمیام، مشکل حل میشه و بعدش هم سامانتا رو با خودش از اونجا بیرون میبره. در نهایت وقتی به آپارتمان زویی میرسن، سامانتا متوجه میشه که هوبرت اخراج شده و سامانتا هم درباره کلوئی میپرسه. زویی میگه که اون به پاریس نقل مکان کرده و وقتی هم که زویی میره، سامانتا یواشکی وارد دستشویی میشه و به اون مامورای پلیس زنگ میزنه. وقتی بیرون میاد، زویی میپرسه که با چه کسی تماس گرفتی و سامانتا میگه که نه من با هیچ کسی تماس نگرفتم. زویی بهش میگه که میخواد گوشیشو چک کنه، ولی سامانتا بهش میگه که من میخوام برم بیمارستان. اون از زویی میپرسه چرا میخوای منو اینجا نگه داری؟ زویی میگه که تو به کسی نیاز داری که بهش اعتماد داشته باشی، اما سامانتا دیگه به هیچ کس در واقع اعتماد نداره. زویی میگه که این درست نیست و تو باید به من فکر کنی. اگه اینطوری از دنیا بری، چه اتفاقی قراره برای قیمت سهام و برند من بیفته؟ سامانتا هم عصبی میشه و چای به صورت زویی میپاشه و از اونجا میره. دوستش لیدیا به کمک اون میاد و اونا در حالی که نگهبان زویی جلوشون رو گرفته موفق میشن از اونجا فرار کنن. در ادامه سامانتا لیدیا رو توی ماشین نگه میداره و خودش میره تا اون 2 افسر پلیس رو ببینه، اما از مکالمه اونا مشخص میشه که در واقع هر دو برای زویی کار میکنن. اونا میگن که ما میتونیم تو رو به یه جای امن ببریم و همه اینا رو درست کنیم. دقیقاً به همین دلیله که ما هم دنبال کلوئی میگشتیم. درست در همون موقع راننده زویی از راه میرسه و ماشین رو آورده و سامانتا به بهونه دستشویی از داخل اونجا فرار میکنه. افسرهای پلیس اون رو تعقیب میکنن، اما اون در نهایت با تاکسی از اونجا فرار میکنه. تاکسی خودکار فقط 25 مایل در ساعت سرعت داره و با این سرعت پلیس به راحتی سامانتا رو دستگیر میکنه. اما وقتی سعی میکنه از سامانتا سبقت بگیره، یه دفعه با یه کامیون تصادف میکنه و سامانتا هم مسیرش رو اینجا تغییر میده و فرار میکنه. اون مستقیما میره پیش دکتر هوبرت و جوشای سیاهش رو به اون نشون میده. دکتر میگه که وقت زیادی نداریم و باید سریع تو رو به درمانگاه ببریم، اما سامانتا میگه که اینجا انجامش بده و من نمیتونم بیام. هوبرت به سامانتا مسکن میده و بعدش هم یه محلول ترکیبی رو توی وان همون درست میکنه و یه ماسک تنفسی رو روی سامانتا میذاره. اون سامانتا رو توی محلول قرار میده و سامانتا با درد جیغ و فریاد میکنه. اما وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار میشه، تمام برآمدگی‌های اون از بین رفتن. هوبرت برای سامانتا صبحونه آورده و از اونم عذرخواهی میکنه و بهش میگه که خیلی چیزا بود که من از اون خبر نداشتم و متاسفم. اما بعد از رفتن هوبرت، چشم سامانتا به دارویی میفته که اسم کلوئی روی اون نوشته شده. وقتی سامانتا از هوبرت در مورد دارو میپرسه، هوبرت بهش میگه که کلوئی هم مثل سامانتا برای کمک به اون مراجعه کرده بوده و در طول این مدت هم اونا رابطه عاشقانه رو شروع کرده بودن. هوبرت میگه که من حتی الانم که اون اینجوریه اونو دوست دارم و سامانتا میپرسه که چه اتفاقی براش افتاده. بعد ازش میپرسه که کاری باش کردی
بعدی و بعدش هم متوجه میشه که اون یه جایی همین جاست. بعد شروع به صدا زدنش میکنه و هوبرت هم سعی میکنه که سامانتا رو متوقف کنه. به خاطر همین هم سامانتا با یه چاقوی جیبی به اون حمله میکنه و در واقع کلویی توی اتاق حبس شده. سامانتا فقط با دیدن یه نگاه کوچیک پشماش میریزه و میترسه و وقتی هم که برمیگرده میبینه که هوبرت توسط یه نفری که معلوم نیست کیه کشته شده. بعدش اونا سامانتا رو هم میدزدن و خلاصه وقتی که سامانتا به هوش میاد، دکتر تادیوس برند، وکیل و بنیانگذار شرکت شل، روبروی اون نشسته. وکیل بهش میگه که کلویی در امونه و اونا در حال درمان اونن. بعدش هم بهش میگه که اونا به وضوح به این عوارض جانبی NDA اشاره میکنن، اما سامانتا دیگه به NDA اهمیتی نمیده. اون میخواد از اونجا بیرون بره و شرکت اونا رو هم رسوا کنه. درست همون موقع زویی از راه میرسه و بهش میگه که هر کاری که باید بکنی رو انجام بده. اما بعدش چه اتفاقی برات میفته؟ شغل تموم میشه و پسوریازیت هم برمیگرده و تو زشت میشی. اونا در ازای سکوت سامانتا به اون مقداری سهام و درمان مادام العمر رایگان رو پیشنهاد میدن و زویی میگه که این رو بپذیر، تو این شانس رو داری که زن قوی باشی و به تمام پتانسیل‌های خودت دست پیدا کنی. اما با این حال سامانتا میگه که چرا باید برام مهم باشه که فوق‌العاده به نظر برسم یا نه؟ اون متوجه شده که زیبا به نظر رسیدن همه چیز نیست. افرادی مثل زویی باعث میشن که اونا به این باور برسن تا در واقع بتونن کسب و کارشون رو اداره کنن و رونق ببخشن. سامانتا زویی رو با نام واقعیش زویی زیلت صدا میزنه و پیشنهادش رو هم رد میکنه. در همون لحظه زویی کلویی رو به داخل میاره و دکتر برند توضیح میده که در مورد منحصر به فرد بودن بیماری کلویی، آنزیمای خرچنگ دریایی روی سلولای انسانی اون غلبه کردن. به خاطر همینم کلویی حالا کاملا به یه خرچنگ غول‌پیکر تبدیل شده و بهتره که توی کلینیک اونا بمونه. با این حال به کلویی اجازه میدن که بتونه سامانتا رو ببینه. زویی فکر میکنه که شیشه نمیشکنه، اما کلویی یه دفعه اونو میشکونه و از اونجا بیرون میاد. اون هم دکتر برند و هم وکیلشو میکشه و سامانتا در همون حال از اونجا فرار میکنه. زویی اونو تعقیب میکنه و سامانتا لیدیا رو همونجا زندانی شده پیدا میکنه و اونو آزاد میکنه. اما درست در همون لحظه نگهبان زویی از راه میرسه و لحظه بعد کلویی اون رو میکشه. سامانتا و لیدیا حالا از دست زویی فرار میکنن و زویی با یه شوکر برقی به دنبال سامانتا میگرده و بهش میگه که من بودم که تو رو برای بازی توی اون فیلم انتخاب کردم، چون بعد از درمان دیگه هیچ کسی تو رو استخدام نمیکرد. درست همون موقع سامانتا از پشت به زویی حمله میکنه و توی یه لحظه کلویی هم وارد میشه و به سمت سامانتا حرکت میکنه. زویی برای نجات خودش از دست کلویی توی یه لوله شیشه‌ای قایم میشه، اما کلویی میره و سیستم اون رو روشن میکنه. زویی مدام اسم سامانتا رو فریاد میزنه، اما سامانتا سوختن اون رو از لیزرهای داخل اونجا میبینه و تماشا میکنه. اینجا زویی میمیره و بعد از اون صحنه به لحاظ زمانی به جلو حرکت میکنه و سامانتا به عنوان بازیگر فعالیت میکنه. اون شرکت سوری رو به جهانیان رسوا کرده و همچنین داره به سودآوری خودش هم ادامه میده. اما حالا سامانتا به این استانداردهای زیبایی اهمیت نمیده. هنوز غزالای دندوناش گیر میکنه و با این اوصاف دوستان داستان به پایان میرسه. امیدوارم از دیدن این خلاصه لذت برده باشین و اگه دوست داشتی دکمه لایک رو بزن و برای دیدن ویدیوهای بعدی یادت نره که سابسکرایب کنی و دکمه زنگوله رو فعال کنی. تا یه ویدیوی دیگه، شاکس.